شانمسی خلقی ما بسیار عذاب جنگی برادر کشتید، بسیاریو گریزمون برنگشته با وطن، بسیارش تا حال پسی پنجرمون پشیمون با دستی خونالود. نکی بسته جنگ عذاب داری وطن، نفسی آزاد کشم وطنم. زمینی ته زمان خور خاص خاک چنگ بد، زمینی ته زمان رنگی یک میدان جنگ بد. امری تیفلی گهواره برابری امری پیر بد، در گوشی تیفل صدای یلان صدای تیر بد. مردمت بخو نشید به در تیر زشید، جان بالا بامد بچوره مردمت گریزشید. روی دستی خود مردای برادری خود کشاندن، برای خود نباد بدی یا حالیات شاندن. وقتی که قوای سیمی بدخواه ماده کشید، وطن رنگی پلیگان شید چیکارا در دروشی ریختنی خونی هم وطن. کودکای به پدر اشکی به استی مادر، زنای گم کرده شوهر، میلیاردها و شربی اقتصادی پراکنده میلاد. دست دادم شاعر و علیم و آدمای به علم، تا جیگای وطن میگیرخ پرتافته فرزند زن شد. با آبی چشم استیده میدید احوالی وطن شد. نبود و جبی زمین که آلوده خون نباشه، نبود یگان آدم که ترس در درون نباشه. با موندن در این وطن اومدی زندمانی نبود، زنده کلمه میگرداند مرده ها ارمانی بود. مانندی سهراب و رستم جنگی فرزند پدر کش مورا با فیره دادن. دی جنگ کدن خوش با محل چیگی مورا تقسیم کدن، قاتل کدن بندید کدن، کلابی و خرغنی و پامیری و غرمی کدن. وطن مانندی درختی خزان بود، برای شکفتنش اومد باوریم نبود. درخت کی رشه یو زمینی شورده دوید کیرمی درونی خودش خوردش میغلطید قریب. نکی 16 نویبر سالی 92 برشه تشنه ای درخت رسید و به رئیسی شورای اولی دل سوخته بری خلقش تهدیدی کشتن شنیده. نکی نترسیده مرگش مردم از سرجام میکد، ای سر دعوت میکد بیا تاجیک وطن خانه تی گفته حرف میزد. چقدر قینی خطرناک بده او رفت افغانستان بحری جمعی تاجیکایی دوره تاجیکستان زخم برداشت زیر سیلا بد. نکی نگشت ای رهش آباد کرد ای وطن دستی دعا در حقش. امروز موت قدمی آزاد بزنیم شب و روز، کسی با اویله کسی با نقص دیده کسی با دوست. الویدا صدای تیر سلام صدای خنده تیفراهی رفت تونلش یا نهایی بلند لیفت آبادی باغ گلزار. مردمی صاحب کار دیگه نمیترسه ای وطن تجارت کار. روز هزاری نون بده محازی دسترخانی پر نانی گرمی پخته با دستای مادری خود. انشالله ما دیگه جنگ نمیبینیم در وطن و خلقی ما راهنما دارد امام علی رحمان. تا که باشم برای میلتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم.